شعاع موجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل للقلب سعادة من رضاك والكون عطره من شذاك. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. سلام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه آستانه و اینچنین تمام برنامه های شبکه پیام، درود پروردگار به یکایک شمایان باد و تشکر از شما که با ما در برنامه ها هستید و پیگیری میکنید و همیشه با دستگیری خود سبب میشوید که ما خوشحال شوید. امروز با هم باز یکی از موضوع های محزون کننده ولی خیلی جدی رو با هم داریم صحبت میکنیم. موضوعی که بسیاری ها در این موضوع نمیخوان صحبت کنند یا میخوان این موضوع رو کنار گذارن یا اینکه از صحبت کردن از آن هراس دارند، ولی تقریبا در هر یک خانواده از این موضوع صحبت میرود و یا رفته ایستاده است. آن هم باشد موضوع طلاق کردن به خاطر زن دوم یا اینکه طلاق دادن زن به خاطر زن دوم، و گاهی می شود که عکس هم می شود، یعنی زن دوم رو پس از مشکلی ها با زن یکم طلاق دادن و یک بیچاره رو سرگردان کردن و در کوچه ماندن. بیاید این موضوع رو از نزدیک ببینیم که امروز که خیلی می شنویم که بعضی خانه ها ویران گشتن به سبب بسیار زنی و بعضی خانه ها دارند ویران می شوند، اما خیلی با یک مشقت پابرجا هستند، آن هم به خاطر آنکه در آنجا 2 یا 3 زن وجود دارد و تقریبا صاحب خانه یا گفتیم سردار خانه جای برای گریز ندارد. چرا این مشکلی ها خیلی زیاد در ما دیده می شود؟ در همه عائله ها، شاید در مثلا دیگر عائله های دیگر ملت ها باشد، اما در تاجیکستان تا اندازه جدی هست که ما برای نمونه که انا این عائله توانستند با 2 یا 3 همسر مناسبت کرده توانند، معامله کرده توانند، مدارا کرده توانند. انا اینها رو ببینید، انا میشد است که 2 زن با هم دیگر اینقدر دشمن نباشند یا اینکه فرزندان اینها با هم در حقیقت برادر و خواهر هستند دشمنی نداشته باشند. بگوییم و برای یک دیگر مثال زنیم، یعنی این گونه عائله ها خیلی کم هستند که ما میتوانیم از آنها یک تجربه خوب، یک نمونه خوب داشته باشیم. چرا موضوع به کجا می رود؟ چرا این گونه شده ایستاده است؟ چرا برای مثال یک نمونه خوب پیدا کردن خیلی مشکل است؟ و یا اینکه متاسفانه به جای اینکه بالای یک عائله دیگر بنا شد، گوییم عائله بنا کردند و عائله 30 ساله و 20 ساله 10 ساله خود را پاش دادند و ویران کردند. یعنی یک مرد نه اینکه بگوید که من یک عائله خوب دارم باز میتوانم از عهده یک عائله خوب دیگر برایم، برعکس عائله جدید بنا میکند و یک عائله بزرگ خود را ویران میکند، خود ویران میکند و یا زن ویران میکند یا چیزی دیگر که در این باره باید با تفصیل صحبت کرد. و پیش از اینکه به خود این موضوع از نزدیک داخل شویم، بسیاری ها بالای اسلام طعنه میزنند، بالای اسلام و دینداران، و این چنین حتی در تاجیکستان میگویند مولاها هستند که فقط به جز 2 زنگی 3 زنگی دیگر کار ندارند. این نفران متدین هستند که هر جا از آنها گپ رفت درباره زن دوم و سوم آنها گپ می رود، و حتی در کشورهای غرب و این چنین در کشورهای غیر مسلمان هر جا باشد هم آنجایی که غیر دین اسلام است، بزرگترین طعنه یا عیبی که بالای اسلام دارند میکنند این است که اسلام حقوق زن را خیلی پایمال کرده است و اجازه میدهد که یک مرد 2 تا 3 تا 4 تا زن داشته باشد که این در نظر آنها دهشت است. ولی آیا در حقیقت این اسلام است که آمد و 2 زنگی را اجازه داد و یا تا 4 زن داشتن را اجازه داد؟ و
این یگانه اسلام دینی هست که در اسلام این چیز جایز است و در دیگر یگان ادیان نبود. برای این رو فهمیدن حتما باید دست به کتاب زد، برای آنکه چی به تاریخ روم نگاه کنیم، به تاریخ فارس نگاه کنیم، به تاریخ هند و بت پرستی نگاه کنیم، حتی به ادیان مسیحی و یهودی و دیگر ادیان مثلا به دین ابراهیمی و اینها نگاه کنیم، بسیار زنگی بود، همان زمان هم بود. پیش از پیامبر آمدن هم در خود جزیره عرب حتی تعداد زن یگان عددی معین نداشت که بعدا اسلام آمد و گفت نه، از 4 تا زیاد زن نگیرید. رومی ها اگر به تاریخشان نگاه کنید تا همین روز هم من در تاریخ بعضی از شاهزاده هایشان میخوانم که مثلا شاهزاده انگلیا یا گفتیم بریتانیا که ویلیامز است، از همسرش دیانا سبب اساسی جدا شدنشان این بود که او یک همسر پنهانی داشت. میگن معشوقه پنهانی، همسر پنهانی، که در آنها فرق نمیکند همسر پنهانی و معشوقه پنهانی بود دوم. یعنی یا اینکه به تاریخ روم نگاه کنیم، به کلئوپاترا که در مصر مثلا گفتیم پادشاه بود یا در اینجا ملکه بود، او همسر دومی سزار روم بود که این در تمام تاریخ ها در تمام کتاب ها هست. یعنی بدون اسلام هم این چیز وجود داشت و هر کسی که میگه نه یگانه دین اسلام است که این را حلال میکند و علل خصوص خیلی تعجب میکنه در بعضی از فیلم برنامه های عائلوی روسیه زیادی یک برادر مسلمان را به آنجا می آورند و 4 زن را در اطرافش و در برنامه همگی او را تنقید میکنند. شاید 2 نفر پیدا شود که او را گوید آره خیلی جای سپاس است، جای اینکه تو را باید ما بگویم که تشکر که توانستی که این 4 زن را اداره کنی، برای همشان خانه و جا کنی، توانستی که با آنها زندگی کنی، خیلی کم هستند. یعنی بقیه همه میگن این خیلی پستی است، این شرمندگی است، این گونه برنامه هایشان خیلی زیاد است، گویا که تمام روزها کل حیاتشان فقط با یک زن گذشته است و برعکس در آنها حتی 1 تا زن با یک مرد زندگی کردنش را کم میبینید که یک زن چند مرد را هم در حیاتش دیده است. و اینجا می آیند میگن نه در اسلام بود، این مسلمان ها هستند و در تاجیکستان میگن این مولاها هستند که دیگر کاری ندارن. اما از حق نگذاریم، باید با چشم حقیقت و عدل نگاه کرد. آیا شما پیدا کرده میتوانید منصبداری رو یا ثروتمندی رو که به دین رابطه ندارد، جاش آید دین رو حتی دشنام میکند، لیکن همه میدانند که زنی پنهانی دارد، دوم هم دارد، سوم هم دارد، چهارم هم، پنجم هم زیاد شده رفتن میگیرد، یا اینکه معشوقه های تماما به انتهای بدون شماری او در روسیه هستند و در ازبکستان هستند و در هر کشوری هم هستند. یعنی اینها هم آیا به گفت خودمان ملا هستند، به دین رابطه دارند، یا اینکه ما داریم هر چیزی که به نظر خودمان دهشت می نماید اون رو می آوریم بالای دینداران و می گوییم این دینداران هستند که این چیز رو برآوردن. پس اینجا اسلام میگوید تو اگر توانستی یعنی زن بگیر، برای تو حلال است، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، لیکن در دوامش میگوید فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم. برای مردها مباح است، یعنی جایز است که زن بگیرن، 2 تا بگیرن یا 3 تا بگیرن یا 4 تا بگیرن، لیکن اگر ای مردها شما ترسیدید که عدل کردن نمیتوانید، شما که شخصیت خود را میدانید، شما کی هستید، تا چه اندازه قدرتتان، چه قدرت مالی باشد، چه قدرت جسمی باشد، چه معنوی باشد، شما خودتان را خودتان خوبتر میدانید. اگر دانید که شما عدل کردن نمیتوانید، 2 تا زن میگیرید یا 3 تا زن میگیرید، بعد از این آنگونه معامله میکنید که زنها دشمن همدیگر هم میشوند، دشمن شما هم میشوند، فرزندان همه برعکس علیه شما بزرگ میشوند، بهتره شما فواحدتن 1 تا زن بگیرید، حتی زن نگیرید. اما ملکت ایمانکم، در آن زمان که غلامداری بود، کنیزداری بود، شما می توانید کنیز خود را همسری خود کنید که اگر تولد میکرد دیگر همسر حسابیده میشد، اون مولد حسابیده میشد. و اینجا شریعت میگوید نه، زنهای پنهانی نه، معشوقه بازی هایی که نامشروع و سبب 1001 بیماری و 1001 بلا میشوند، نه. چگونه ای که زن یکم گرفتی با مهرش، با احترامش، با خواستگاری، این چونین او را به شرایط معین میکنم گویان وعده دادی و کردی،
دویمش رو هم اگر این گونه توانی با مهرش، با خواستگاری، با احترام، با اعلان و این چونین با مهیا کردن شرایطی که کلا آن را به یکمش مهیا کردی و البته که با رضایت خودش و ولیش، دویمش رو هم بگیر. اما طور بگیر که او زنی تو است، یعنی تو نمیتوانی او را از همه پنهان کنی، تو نمیتوانی اگر او فرزنددار شد نام و نسبت را به فرزند او ندهی، یا اینکه تو نمیتوانی بگویی که میراث من از این زن فقط به یکمش بماند به دویمش نه همان گونه که به یکم است کاملا به دویم هم بگی. انا این گونه زن بگیر، در اینجا حقوق کسی پایمال نمی شود. اما شرطش این است که تو عدل کرده توانی، یعنی تو توانی از عهدهش برای. اما آن دوزنگی یا گفته معشوقه بازی هایی که دیگر غیر اسلامی ها میکنند، برای زن دویم چی میماند؟ پنهانی یکی رو همسر خود میکنند. ها رو در تاجیکستان تا اندازه به نکاح باور دارند که نکاح میکنند پنهانی. خیلی کسی از این بیخبر است، یگان همسایه بیخبر دیده ماند و بخبر شد. یعنی این پنهانی نکاح هایی که آنها میکنند که معشوقه است، اون زنی دوم نیست، برای اینکه برای اصل زنی یکم چیزی نمیماند. برای او چی میماند؟ پس از مرگ این مرد آیا او میراث میگیرد یا نه؟ آیا مثل همون گونه که زن یکمش رو با شرایط مهیا کرد این رو مهیا میکند یا نه؟ یا اینکه یک انسان پنهانی در حیات این، یا گفتم یک نقطه سیاه در حیات این مرد میماند. آره این گونه میماند. در یگان جا ندیده ایم که برای اونی که معشوقه هست یا زن دوم پنهانی است کسی احترام گذاشته باشند، یا اینکه برای او همون حقوقی که برای زن یکم داده است داده باشند. این رو اسلام میدهد و این رو ما طعنه میزنیم. یعنی حتی خیلی جای است بعضی برادرانی که عموما ما آنها رو از اهل عدل و انصاف میدانیم و خواهران هم که میگویند، خیلی من نظری وسیع دارم، میبینید که دوزنگی رو آنگونه با یک تحقیر و مسخره نگاه میکنند. اما معشوقه بازی و حتی از آن بدتر اونی که مثلا با یک زنهای از خود چند سال کلان یا گفتیم بدراه مردها میگردند و به کارهای دست نمیزنند، اون رو به یک چیزی عادی نگاه میکنند که خیر انسان نفس داره. یعنی این چیزی حلال تا اندازه انسان این گونه نابینا باشد. پس در یگان جای اگر دیدیم که تهمت بالای اسلام است، این رو باید ما رفع کنیم و بگوییم که آره اسلام این چیز رو حلال میکند و اینجا برای نه اینکه حقوق زن را پایمال کند چگونه که شما ادعا میکنید تهمت میزنید که این بدترین پایمال زدنی حقوق زن است، نه، برای برقرار کردن حقوق های پایمال شدن زن های دوم پنهانی یا هزار معشوقه هایی که آنها مدت ساعت روز همسر کسی بودند و به جز بدنامی چیزی را از او نبردند. برای برقرار کردن این گونه زنهای پنهانی، این گونه معشوقه های مظلومی که باور کردن که تو همسری من میشوی، برای تو من این و آن را مهیا میکنم، ولی بعدا فهمیدن که فریب نیست. اسلام میگوید تو اگر توانی قدرتش را داشته باشی، البته به خود باور داشته باشی، مرحمت بگیر، 2 تا میگیری، 3 تا میگیری، 4 تا میگیری، اما شرطش این است که عدل کردن نتوانی. عدل کردن نمیتوانی، خاموش بمانی، 1 تا بگیر، حتی زن نگیر. برای اون که زن رو که گرفتی نباید بالای او ظلم کرد. و اینجا در ما هم گویا که اگر درباره دوزنگی گپ زد یا درباره این مسئله گپ زد، بعضی گمان میکنن که گویا که پس از پاش خوردن اتحاد شوروی و پس از اینکه تاجیکستان یک جمهوریت یعنی صاحب استقلال اعلان شد، ملاها این را آوردن، صاحب دین آنهایی که مثلا خود را به دین نسبت میدهند و تاجیکستان آوردن، کسی از این خبردار نشد. ولی به گفتی عرب ها بالله علیکم، مگر در شوروی پدر بزرگ هایی که معشوقه های پنهانی داشتند، پدرهایی که معشوقه های پنهانی داشتند، بعضی از با گفتی خود ما رئیس محله و رئیس شهر و این آنهایی که معشوقه های پنهانی داشتن از این خبرمون نبود. همه میدونن که در شوروی هم دوزنگی اما به طرز پنهانی در همه جا وجود داشت و خیلی که گفتم با پایمال کردن زنهای بیچاره که زن دوم بودند و هیچ چیز بهره نگرفتن. اکنون اینجا چیزی دیگر هست. ما گفتیم در تاجیکستان هم این چیز الان یعنی خیلی ها رو میشنویم که همسر دوم دارن، همسر سوم دارن و واقعا برادرهای هستن که جای تعریف هستن که مردان زن دوم گرفتن و یا سوم گرفتن و اعلان هم کردن و با همه زن خود با یک چشم نگاه کردن، همون گونه که اسلام میفرماید، همون گونه که شریعت میگوید، و اینش هم خانه، و اینش هم خانه.
فرزند این رو هم میخوانند، فرزند این رو هم، اینش هم با مادرشون شناس هست، اینش هم با مادرشون، با عائله این هم رو دارند، با عائله این هم رو دارند و این گونه عائله ها هستند. شکر الله خیلی کم. لیکن برادران زیادی دیگری هم هستند که همیشه در فکر زن دوم هستند یا در فکر زن سوم هستند، ولی بیخبر از آن که وقتی زن دوم آمد زن یکم چی بلای بالای آنها برپا نمی کند و حیات آنها را به چی تبدیل نمی دهد. و کم نیستند زنهایی که بدی شوهر خود را پس از زن دوم گویا فهمیدن. یعنی یک زن درباره همسر خود، درباره شوهر خود اینقدر سخنهای بد رو میگوید، این رو کی میگوید؟ همان زمانی که شوهرش زن دوم گرفت. پیش از این در کجا بودی؟ ندیده بودی؟ نه، بعد از این گویا دید، بعد از این گویا که چشمانش گشوده شد. و انا اینجا مشکلی ما رو برو می شود به این که آیا یک عائله برای زن دوم رو آوردن پاش میخورد و ویران می شود یا اینکه آن عائله در جایش میماند؟ و چگونه که در سرآغاز برنامه گفتم، مقصد از زن دوم در شریعت، در اسلام این نیست که تو عائله بنا کنی و عائله دیگر رو کاملا ویران کنی. نه، تو عائله بنیاد کردی، در آن موفق هم شدی، توانستی، باز یک عائله دیگر بنا میکنی، در آن هم موفق میشوی. اون کمی از رشکایی که بین زنها هست خواه و ناخواه می شود، اون جزء از شخصیت یا جزء از خلقت آن زن است، آن را گرفته پرتفته نمی شود. رشک در همه وجود دارد، لیکن وقتی کار تا جایی می رسد که زنها برای کشتن همدیگر، برای تهمت زدن همدیگر، برای دوستی خانه همدیگر، برای حتی نابود کردن فرزند همدیگر اقدام می کنند، انا اینجا مسئله در آنجا می شود که پس این عائله آمادگی زن دوم را نداشته است. این عائله برعکس، نه اینکه یک عائله دیگر بنا می کند، بلکه خودش هم ویران می شود، آن عائله چند ساله‌اش هم ویران می شود. و انا این چیز خیلی زیاده از مردها، اینجا کمی درباره مردها صحبت میکنیم، حتما درباره زنها هم پس از 2-3 دقیقه فقط عزیزان صبر کنند که نگویند که چرا مسلمه همه چیز رو می آورد برای مردها عیبش رو میماند. اینجا برادران هستند یا مردهای هستند که گویا که اینقدر خوشبین خوشخیالند که میگن نه همش رو به راه میشود. یعنی زنی خود را میدانند که این زن یکمشان خیلی ضعیف است، تا اندازه ضعیف است که یک زنگیری شوهر خود را به خودکشی هم میتواند عوض کند، میتواند فرزندانش را گرفته به دریا پرتاید، میتواند همراه فرزندانش از خانه برآمده رود، میتواند مادر این شوهر را به گفت خودمان داخل قبرستان کند. این را میدانند که زن یکمشان یا عائله اولشان شخصیتی است با این ضعیفی، شخصیتی هست که تحمل اینها را ندارد، شخصیتی هست که میتواند نه تنها زندگی این مرد را، زندگی عائله این مرد را، فرزندان این مرد را تا اندازه تباه و ویران کند. باز با خوشبینی میروند اقدام به همسر دوم میکنند. انا از اینجا دیگر سریال یا گفتیم فیلم تصویری در اینجا شروع می شود. انا می بینید که این عائله به چه جنگل تبدیل می شود و می بینیم که این برادر هر روز دارد آبروی خود را می دهد و حتی بعضی از اهل علم و اهل فضل هم هستند، برادران عزیزی که طول حیاتشان در کمک مردم بود، در طلب علم بود، برای اصلاح بود. وقتی که زن دوم گرفتن، زن یکمی آنها به همه آنها را سیاه کرد. یعنی اطرافیان دیگر هیچ قدر قیمت آن مرد را نمی کنند. آن هم به سبب همان زن اوله است که دیگر مرد را پس از گرفتن زن دوم دشمن اساسی خود می داند. برای همین اینجا برادرانی که خیلی خوشبینی میکنن یا خیلی زود اقدام میکنن، آرچ خیلی که گفتیم این مسئله نیست که ما بگوییم حرام است، نمیگوییم که هرگز، چون آیت آمدگی است و همان اللهی که میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع خودش خوبتر میداند و الله با حکمتش میداند که زنگیری برای یعنی دوم و سوم زن داشتن برای جامعه فلاکت نیست، بلکه برای رفع خیلی زیاد از مشکلی های جامعه هست. خیلی زیاد از مشکلی هایی که در جامعه داریم، از تنگ دستی و از بدراه شدن و از گناه های کبیره دیگر، بعضی از نفران اگر زن دوم یا سوم گرفتن این مشکلی ها از بین می روند. ولی اینجا با این که این مسئله مباح است،
لیکن در ما مصلحت است و مفسده هست و همیشه در شریعت دو چیز رو نگاه میکنیم. کاری که در حقیقت مباح است و آن کار آخرش به خیر است و کاری که مباح است و آخرش به وای است، آخرش به ندامت و پشیمانی است. برای همین زیادی از برادران میگویند نه من بعداً پشیمان شدم، یا بعضی از خواهران میگویند شوهر من الان 4 سال چهارم است که مرا گرفت و اکنون پشیمان شد و میگویند من نمیتوانم زن یکمم را دیگر طلاق دهم، اما لیکن تو را طلاق میدم چون دیگر راه ندارم و آن هم به سبب تهدید یا به سبب خودم را میکشم یا کودکت را میکشم یا هزار یک عیبی تو را میگویم یا فرزندت را چیزی دیگری که در بعضی زنها در حقیقت این گونه بیماری وجود دارد. پس در این مسئله خیلی که گفتیم نباید اونقدر شتابید و هاشو که این چیز هرگز حرام نیست، این چیز حلال است در شریعت، ولی گاهی می شود که شتابان به این کار اقدام میکنیم بیخبر از آن که الله میگوید فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. این مرتبه پیش از اینکه اقدام به زن دوم و سوم کنید یکی خود را سنجید، یکی تجربه کنید، با اهل تجربه بنشینید، با آنهایی که این مسئله رو دیدن، کردن، توانستن و البته همسر خود رو هم باید شناخت برای اون که الان خیلی فرق میکند. مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که گفتم حتی 10 زنگی و 12 زنگی و 20 زنگی و خیلی زیاد بود. برای همین هر یک زن وقتی شوهرش زن دوم گرفت یا سوم گرفت بیخبر باشد هم به یک چیز عادی نگاه میکرد، چون خودش در خانه بزرگ شد که در آن خانه 2 زنگی 3 زنگی 4 زنگی بود، یعنی یک عرفی خیلی عادی بود. یگان کس به این چیز به نظر عیب نگاه نمیکرد، کسی رو مسخره نمیکردن که شوهرت زن گرفت، یا کسی رو نمیگفتن که از اینکه تو بدبخت هستی انسانی بد هستی شوهرت بالای تو زن گرفت، یعنی انگشت شمار نبودن. برای همین هر یک زن یکی میگفتن که شوهری تو امروز در سفر زن گرفته است، عادی دیگر میگفت خیر خوب شده است، رشک میکرد، اما یک بار برآمده دست به خودکشی و کارهای دیگر نمیزد، جنایت های دیگر نمیزد. اما عرف ما علل خصوص اون 70 ساله تربیه‌ای که ما در شوروی دیدیم، مردم چه خیلی که گفتم حتی عادی‌ترین انسان ها زنا رو یا فحش رو عادی‌تر نگاه میکنن از اینکه به 2 زنگی نگاه کنن. اگر گفتیم یگان انسان منصبدار باشد یا انسان دیگر زن دوم داشتد، یا که مردم ها چه خیلی کی بوده است، چه خیلی بوده است، معشوقه دارد، عادی آرام می نشینند. برای همین نه صحابگان کردن توانستند، تابعین کردن توانستند. تو چی میگوی اینجا؟ حدیث در ما از پیامبر کردن توانستند. آره آنها کردند و توانستند، ولی شما هم میکنید، توانیش رو دارید یا ندارید، یا پس از این به مشکلی های جدی رو برو میشوید. تا اندازه ای که 5 تا و 6 تا فرزند شما در کوچه میماند، یا تا اندازه ای که فرزندان شما با نفرت بزرگ بالای پدر بزرگ میشود. برای همین از همه پیش در این مسئله کاش هنوز پیش از ازدواج هم در این باره صحبت میکردن که در این باره چی میگوید، با کدام نظر شما هستید در این باره. یعنی من اصلا زن گرفتنی نیستم، ولی که عموما همچون یک مسلمان به این چی نظر دارید؟ آیا پس از گرفتن چی میشود؟ یا عائله ها خودی پدر و مادر هم دخترک رو طرز بزرگ میکردن که دخترم یعنی زن گرفتن شوهری تو آخر حیاتت نه، تو باشد تو باید تو اندازه شخصیت داشته باشی، خودت رو احترام کنی که یعنی زن گرفتن شوهر رو آخری عمرت ندانی، اینقدر خودت رو نابود و بیکس نشماری که یکی شوهرم زن گرفت. گویان هزارها بار خودم شاید شنیدگی هستم و گوشم که من دارو خوردم، من چند روز گرسنه نشینی کردم، من در نصفه شب برآمده از خانه رفتم، من بیماری شدم، من روانی شدم. سبب در چه است؟ چرا تا این اندازه باید یک زن خودش رو تعلق شوهرش کند که اگر او زن گرفت دنیا برای این تمام باشد؟ که در این مسئله البته عائله ها هم، پدر و مادر هم و خودی شوهر هم میتواند از اول زندگی بفهماند که وقتی من زن گرفتم این معنیش این نیست که تو بد هستی، یا این معنیش این نیست که من تو رو بد میبینم. ولی گاهی میشود که طبیعت یک مرد فقط با یک زن کفایه نمیکند، علل خصوص در این مهاجرت های که دور و دراز بعضا می شود که مرد نمیتواند همسرش را همراه خود بیاورد. 1 سال میگذرد، 2 سال میگذرد، 6 ماه میگذرد برای خوراک، برای آماده خانه، برای خودی شخصیت انسان که انسان را الله مثل فرشته نآفریده است. دیگر راهی نیست و جز اینکه نکاح حلال مسلمانی کند. اما اینکه بعضی زنها میگویند نه به گناه رود بهتر بود، در اینجا چی میگوید؟ یعنی از خود برای خود چی بهانه می آورید؟ وقتی یک زن مسلمان میگوید به گناه روی بهتر است،
از اینکه تو همسر دوم داشته باشی. انا اینجا چه خیلی که گفتیم برای اینکه در شریعت میگویند اجازه زن یکم در نزد جمهور علما و جز مذهب امام احمد حنبل که شرط گذاشتن در آن مذهب جایز است، در نزد جمهور علما اجازه زن یکم یا دانستن زن یکم حتمی نیست. مرد میتواند بدون اجازه زن یکمش بدون رضایت او برود و همسر دوم گیرد. این در نزد مذاهب. لیکن در تاجیکستان این کارو اگر گفتیم که نه من از اون نمیپرسم نه خبردار بشود، پس از 5 سال میگویمش، پس از 2-3 بچه دار شدنم میگویم و این به مشکلی دچار شده است که بعضی عائله ها پس از 4-5 فرزند دار شدن گفتند و از عائلهشان جدا شدن، یا از یکمش یا از دومش. برای همین تا اندازه به تجربه شخصی بنده این است که این کارو اگر پنهانی کردید و خوش خیالی هم کردید که نه من بعدا میگویم و این کار خوب شده میرود، خیلی اشتباهی بزرگ است. برای آنکه گاهی ما همسر خود را، یعنی مردها زمان چهره همسر خود را از نزدیک میشناسند و کی بودن او را میفهمند که زن دوم گرفتن و چه بلاهای بالای سرشان نمی آید، از تهدید به میلیسه دادن و به زندان کردن و تا سرپاش کردن و تا دزدی و تا تهدید به نابود کردن کودکان آن زن دوم و چیزهای دیگر. برای همین باید این مسئله را با مصلحت، با پیشتر خبر دادن، با شناختن شخصیت یکدیگر تمام کنیم تا اینکه به طلاق کار نکشد. و مسئله دیگر، مسئله در خواهران عزیز است. خیلی که گفتم اینجا مشکلی در ما در این است که نمیدونم یا خودخواهی از حد زیاد باشد یا تربیتی بد باشد یا اینکه ما تا اندازه خود را مسلمان میگیریم و میگویم من برای رضایت الله فرزندانم را بزرگ میکنم، اطاعت شوهرم را میکنم، اما وقتی که شوهر یک زن گرفت خود را هم فراموش میکنیم، مسئولیت مادری را هم فراموش میکنیم و فراموش هم میکنیم که اون مرد یعنی رفت و زن گرفت، اون هم نه اینکه رفت و خیانت بالای تو کرد، نه اینکه سالها پنهان کرد، رفت و با شریعت الله اونه که به او اجازه داده است، مثل اینکه تو رو خانم خانه اش کرد، یک زن دیگر رو هم خانم خانه اش کرد و مقصد او فریب دادن تو نه، مقصد او تو رو نابود کردن و شرمنده کردن نه، مقصد یکم عفت نفسش است. او نمیخواهد دست به زنا زند، دست به بدراهگی زند. دوم شاید که تو خود نمیدانی ولی در تو کمبودی هایی هست که اون مرد نمیتواند طاقت کند، او باید زن دیگر داشته باشد. و شاید که بیماری های در ما هست که ما اون رو خود نادیده میگیریم، اما شوهر میداند که با این زن، با این بیماریش مناسبت زن و شوهری خیلی مشکل است و او باید برای به گناه دست نزدن همسر دیگر داشته باشد. و اینجا خیلی مشکلی در اینجا می شود که خواهرای زیاد سوال میدن که آیا من حق دارم به خاطر اینکه زن دوم گرفت طلاق گیرم؟ و راستی من به خانه پدر و مادرم آمدم از زمانی که فهمیدم که او زن گرفته است. یا بعضیا میگن من دیگر او را مثل شوهرم هرگز قبول ندارم. این جایز است یا جایز نیست؟ یعنی سوال هایی که اکثریتش درباره این است که آیا من طلاق گرفتنم جایز است یا نه. در نزد تمام علما فقط به خاطر زن دوم یا زن سوم زن حق ندارد طلب طلاق کند و او گناهگار می شود. برای اونکه او طلب طلاق رو برای چی کرده ایستاده است؟ برای کار حلالی که شوهرش کرد. لیکن شوهر زن گرفت، او دیگر به نزد من تماما نمی آید. او زن گرفت دیگر هر روز مرا دشنام می کند. او زن گرفت دیگر به من از لحاظ مادی شرایط مرا مهیا نمی کند. او زن گرفت و دیگر تمام سال در مسافرت هست، در سال 1 هفته نیم هفته می آید، اون هم تمام روز در تلفن با اون همسرش صحبت می کند که اون خیلی جوان رو گرفت. این در این مسئله ها بدون هیچ شبهه زن می تواند طلب طلاق کند. به خاطر چی؟ به خاطر ظلمی که دیده ایستاده است. به خاطر آن ظلمی که از شوهر دیده ایستاده است و به خاطر آنکه حقوق این زن در حقیقت پایمال شده ایستاده است. و البته این گونه مردها هم کم نیستند. مردهایی که به محض آنکه زن دوم گرفتن دیگر فراموش میکنند که زن یکم هم داشتند، از او فرزند هم داشتند. و عجیبش این است که زن یکم خود را طرز با زن دوم شناس میکنند که یعنی من یک بیچاره و مظلوم هستم، برای به خاطر همین تو را گرفتم، من از دست او در عذاب بودم. دیگر در ذهن زن دوم فقط یک به گفت خودم اون جادوگر کمپیر هست، جای شده است که از او نجات یافت و این شوهرشان این دخترک را
پیدا کرد. ولیکن اینجا آخر شما چند فرزند داشته، چند سال با او زندگی کردید و می شود که یک مرد مردانه وار زن دوم گیرد، نه اینکه تا اندازه خودش رو پس نشان دهد، تا اندازه ببخشید از مردی برود که زن یکم رو کاملا اول سیاه کند بعدن زن دوم بگیرد. انا اینجا خواهرانی که میگویند من به خاطر زن دوم گرفتن او نه، به خاطر اینکه از روزی که زن دوم گرفت ما دیگر هیچ مناسبت زن و شوهری نداریم، یا اینکه به خاطر اون که به شرایط من تماما نگاه نمیکنند، اون نگاه میکنند مثل پیشتر نیست، این مسئله دیگر است، شاید شرایطی پس دارد، اما کلا مرا به حالم ماند، خودت کار کن، خودت فرزندانت را خوران، فرزندانی تو کلان هستند دیگر به من هیچ مشکلیت را نگو، یا اینکه از زمانی که زن گرفت 6 ماه آنجا، 1 هفته اینجا یا 1 هفته آنجا، 2 روز اینجا، انا این گونه مشکلی ها وقتی روبرو شد، البته که این ظلم است و در این برابر ظلم هر یک زن میتواند حتی فقط زن یکم باشد هم به خاطر این ظلم ها طلب طلاق کند. اما از اینکه به گمانم او را زیادتر دوست می‌دارد، به گمانم به او زیادتر خنده کرده گپ میزند، به من خبر آوردن که با او در مغازه بوده است، یعنی این چیزها نمیشود که طلب طلاق کنید. شاید به شما کسایی که خبر آوردن از آن هم بدتر خبرها را از شما به او میبرند و این را هم ما باید دانسته مانیم که محبت یک مرد را به زوری جلب کرده نمی شود. یعنی من خود را به زوری در قلب کسی جای کرده نمی توانم. برای همین با وجود این که در شریعت الله میگوید برای شما حلال است که زن بگیرید، لیکن در آیتی دیگر میگوید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، شما هرگز بین زنها نمی توانید عدل کنید اگرچه کوشش کنید هم. کدام عدل؟ اینجا تمام علما اتفاق هستند که این عدل در مال و خانه خری و جای نه، در مهربانی ظاهری نه، این عدل قلبی. نمی توانی که 2 زن را یک خیل دوست بداری، چگونه که حتی در فرزندها هم بعضیش را کمی زیادی دوست می‌داری، در دوگانه و دوست ها هم، در بین 2 زن یا 3 زن هم چگونه که پیامبر حضرت عایشه را زیادتر دوست می‌داشتند. و الله میگه ولن تستطیعوا، یعنی هرگز نمی توانید که شمایان بین زنها یک خیل معامله کنید. اما در دوامش میگه فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقه، لیکن این آیت را گرفته مبادا تمام محبت در دست من نیست، گویان فقط با یک تاش میل کنید، فقط با یک تا مهربانی کنید، فقط با یک تا در خرسندیتان باشید و با دیگر در غضب، با یک فقط پرابلم های خود، مشاکل خود را بگویید، با دیگر فقط از خرسندی و از روزهای نیک و از آرزوهای شیرین. نه، این گونه نمی شود. فلا تمیل کل المیل، شما این گونه به یک طرف فقط نروید. فتذروها کالمعلقه، زنی بیچاره اینجا میموند که من زن هستم یا نیستم، چرا اون چیزی که شوهر باید به زن بکند و من نمیکند. انا در اینجا محبت قلبی چیز دیگر است، اما مهربانی های ظاهری که در ظاهر باید مرد نشان دهد. اگر به زندگی پیامبر نگاه کنیم که خیلی زیادی برادران میگن این سنت است، باید سنت انجام شود، البته سنت باید انجام شود، اما اگر استطاعتش رو داشته باشه. و میبینیم که پیامبر اگرچه همه میدونستند که حضرت عایشه همسر محبوبه پیامبر بودند، یگان زنشان را پیامبر نه دشنام کرده بودند نه دست برداشته زده بودند. یعنی بعضی مردها هستند که زن یکم همیشه شکه میخورد، زن دوم در عمرش حتی دشنام شوهر را نشنیده است، یا برعکس زن دوم همیشه دشنام میشنود، زن یکم در حیاتش این دشنام ها را نشنیده بود. یعنی پیامبر تو اندازه عدل میکردن که حتی مهربانی ظاهری، خوراک دادن، همراهش نشستن، همراهش به جا رفتن، یعنی به سفر میبر آمدن با یکی آنها، به حج رفته بودن با همراهی تمام آنها، به عمره رفته بودن همه آنها رو با خود گرفته. این گونه نبود که نه در قلب من محبت یک زیاد است و من با او همیشه چیکار کنم، تمام مهربانی هایم رو با او کنم، با فرزندان او کنم، اون دیگر پیر است یا دیگر چیزی دیگر است که به او دیگر نمی شود. پس اینجا خواهرایی که به خاطر این که دیگر نامهربانی دیدن، جبر و ظلم دیدن، با که نیست که شما طلب طلاق کنید، چون در حقیقت حقوق شما پایمال شده است، شما دیگر نمی توانید در آن خانه خود را انسان، حتی انسان حس کنید. اما به خاطر اینکه نه آنها شوهرم کمی دیگر شد، چرا مثلا من فرزند دارم 4 تا دارم او 1 تا دارد و اونجا 1 روز اینجا 1 روز باید روزها دیگر شود، یا فقط به خاطر اون که زن گرفت من هرگز او را نمیبخشم، قسم هم میخورن چیزی دیگر، اینجا شریعت حق نمیدهد. مگر اینکه گفتم که من دیگر از روی شریعت کار نمی کنم، انسانی هستم که کلا به خواست خودم میکنم، که اینجا مسئله شما دیگر
به ما رابطه ندارد، خودتون میتوانید حل بکنید. اما خواهرانی که میگویند من از الله میترسم، من در همون دین خودم هستم، پایبند دین خودم هستم، در اینجا باید فکر کنیم که نه در همیشه میشود زن به خاطر زن دوم یا سوم از شوهرش طلاق گیرد. و چیز دیگر این است که خواهرای زیاد در اینجا جای تأسف هم هست و بعضا جای خنده‌دار هم هست. تا زمانی که شوهر زنده و سلامت است، زن یکم و دوم شاید سوم باشد، همیشه در جنگ و جنجال و در کشمکشی هستند. همین که شوهر پیر شد یا شوهر الکی بیمار شد، بیزار شد از دست اینها یا برآمد و رفت، اینها با هم دوگانه می شوند، با هم از همان جوانی های خود گفته یا خنده می کنند، یا اینکه تأسف می خورند که کاش عمر خود را با این کارها تمام نمی کردم و از پی چیز دیگری می شدم یا از پی فرزندان دیگر می شدم. ولی چی در کار است اکنون پشیمان شدن پس از اینکه شما 10 سال همیشه یا علیه شوهر بودید یا علیه همدیگر بودید، 10 سال یا 15 سال حتی اجازه نمیدادید کودک ها با همدیگر مثل خواهر و برادر باشند که آنها در حقیقت خواهر و برادر هستند، یا اینکه اون شوهر بیچاره که 10 سال و 15 سال کوشش کرد که هم از شما هم از او از همتون هم خود راضی باشد و شما رو راضی کناند، هرگز نتوانست که یکی از شما رو راضی کناند. برای همین اینجا پس از گذشتن ندامت هیچ سودی ندارد. بهترش پیشتر فکر کنیم، پیشتر خیلی زیاد در این باره فکر کنیم که این کاری ما به کجا میبرد. این جنگ و جنجال های ما، این قهر شدن های ما، این شب و روز فکر کردن های ما که امروز کجا رفت، امروز چی کار میکند، فردا چی کار میکرده باشد، کنی به نزد من چه خیل می آید، یکی پرسم به او چی خریده است به من هم بخرد. یعنی با این چیز یک انسان وقتی زندگی میکند خود را داخل یک قفسه کرده است که خودش هم آن را محکم کرد و کلیدش را هم خودش گم کرد. یعنی از آن قفس او برآمده نمیتواند تا زمانی که بفهمد که قدر یک زن بالاتر از این است که همیشه درباره زن دومی همسرت فکر کنی، بالاتر از این است که تو همیشه درباره قدم‌های شوهر فکر کنی. بگذار درباره یک پیشروی فرزند، یک کار کنم که من توانم که پس از مرگ من بخیر از من فرزندهای من یاد کنند، یک کار کرده توانم که وقتی من مردم الگوی برای دیگران باشم. یعنی اینها نه از فرگوی فراموش کردیم که مرگ حقیقت است، رفتن و نرفتن ما خیلی نزدیک است که باید برویم. یعنی هیچ عیان نیست که ما چند سال اینجا هستیم نه از پی همدیگر، از پی تا توان به گفت خودمان انتقام گرفتن و اذیت کردن و انا او به من کرد من هم به او بکنم تا اینکه او هم مثل من درد کشد گویان دیگر عمر خود را نابود میکنیم. برای همین اینجا چه خیلی که گفتم مسئله طلبی طلاق کردن به خاطر زن دوم و یا زن سوم اونقدر در شریعت آسان نیست که به هر یک چیز ما بگوییم اویا من میتوانم طلاق گیرم یا نمیتوانم. ببینید که چرا طلاق میگیرید. شاید چیزی که شما زندگی کرده ایستادید پیش از زن دوم هم همین زندگی رو داشتید، اکنون برایتون اینقدر فلاکت و مشکل مینماید. اما چیز دیگر برادرانی که پس از زن یکم دوم گرفتن در فکر طلاق زن یکم هستند و یا زن دوم هستند و یا زن سوم هستند، این هرگز از سنت و از شریعت نیست. بدانید که پیامبر نگفتند که شما زن دوم بگیرید تا یکم را طلاق دهید یا سوم بگیرید که دوم را طلاق دهید. پیامبر گفتند خانه بسازید، فرزنددار شوید و اینی مفخرون بکم یوم القیامه، من فخر میکنم وقتی شما فرزندهای زیاددار میشوید و این چنین فخر میکنم امتی من زیاد باشد. اما این به شرط اینکه عدل، صلح، همدیگر فهمی باشد. آری همدیگر فهمی که دوستی جانی شوند دو زن هرگز پیدا کرده نمیتواند، اما تو اندازه‌ای که دشمنی همدیگر نباشند، دشمنی خود شما نباشند و این چنین آنها توانند تا حد فرزندان را بزرگ کنند که علیه شما نشود. هر یک مرد این را میتواند و باید فکر کند و هرگز در این مسئله زود چگونه که گفتم اقدام کنان بعدن وا ویلا وای پشیمانی به من کسی نگفته بود، من نمیدانستم که تا این اندازه این گونه زنها بدبختن که اکثریت میگویند زنها رو بدبختیشون رو بعدن فهمیدم. یعنی همه بدبختی بالای زن میشود. شاید ببخشید اینجا مرد هم بدبخت است که اینقدر سال دراز زندگی کرد و به خبر بود که این گونه زن دارد و یا اینکه این سالهای دراز زنش را نتوانست تربیت کند، همراهش نتوانست از نزدیک صحبت کند، قلب او را بفهمد، بداند که او از چی ترس دارد. خیلی زیاده خواهرایی که در این مسئله خیلی
میگویند من ترس و هراس دارم، چگونه که گفتیم برای اینکه تجربه از زندگی دیگران، تجربه خوب، نمونه خوب، الگوی ندیدن. هر جا رفتن پشیمانی، هر جا رفتن جنگ و جنجال، هر جا رفتن تهمت. و جز یک دو سه عائله های خیلی کمشمار هستند که هستند، ولی آنها رو اینقدر دیگر عائله ها زیاد هستند که ما دیده نمیتوانیم. برای همین این مسئله عزیزان، هم برای زنها هم برای مردها که امروزها خیلی زیاد می شود و زیادی ها در این باره می پرسند، باید یکم نگاه کنیم که این مسئله حلال است، این مسئله گناهی کبیره نیست که به این به نفرت نگاه کنیم. دوم ببینیم که هم زن هم مرد آیا تحمل این مسئولیت رو دارند یا نه و درست این سنت رو یا گفتم یک مسئله مباح شریعت رو برده می توانند یا نه. و سیوم اگر رفت و این چیز در حیات ما شد و پیدا شد، بیاید برای نابود کردن یک خانه نه، برای بنیاد کردن او اگرچه از بعض حق و حقوق خود گذریم هم کوشش کنیم تا اینکه فرزندان در کوچه نمانند، تا اینکه یک خواهر دیگر بیچاره و بیوه نگردد. این بود موضوع امروزه ما همراه شما عزیزان. ان شاء الله درباره حقوق‌های پایمال شده زن دوم و سوم و اینچنین درباره حقوق‌های پایمال شدن زن‌های یکمی که به خاطر زن دوم دیگر هم مهر و هم خانه و هم کل زندگی خود رو، هم احترام خود رو از دست دادن. شاید در برنامه‌های دیگر با هم صحبت کنیم. موضوع مهمی اگر دارید که می‌خواهید درباره صحبت داشته باشیم، می‌توانید در زیرنویس از آن بنویسید. تا برنامه‌های دیگر شمایان را به الله یگانه می‌سپارم که امانت‌ها را خیانت نمی‌کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.